اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد به حد و ثنای به اعداد به خدای که نور ایمان داد. غافر است و رحیم و رحمان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسول که هست از او طاعت. نام پاکش محمد عربی، راه نماینده بزرگ و سبی. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، دوستان گرامی قدر، فرا رسیدن ماه شریف رمضان را برای همه شما از صمیم قلب تبریک و مبارکباد میگویم و از خداوند عاجزانه مسئلت دارم بار اله پروردگارا همه خوبی ها و نیکی هایی که در این ماه شریف قرار دارد برای ما و برای عالم اسلام استفاده بردن را نصیب بگردان. پروردگارا بار اله این ماه شریف رمضان را ماه پیروزی و نصرت اسلام در روی عالم بگردان و خداوند به شرافت این ماه بزرگ این وباها و بلاهایی که در روی عالم امروز تمام جامعه را به تشویش آورده اند، پروردگار بار اله این وباها و این یعنی بلاها را از جامعه دور بگردان و پروردگار اون شخصیت ها، اون مسافرها و مهاجرهایی که برادران عزیز ما چه در شهر مسکو و دیگر شهرهای غریبی که از این وباها یعنی بندگی کردن وفات کردن، خداوند اونها را غریق رحمت شایسته جنت بگردان، قبرهاشون پر نور، روحاشون شاد، جاهاشون جنت بگردان. پروردگار برای اونها درجه شهادت را نصیب بفرما و برادرهایی که از این بیماری یعنی بیمار هستند، پروردگار برای اونها شفای عاجل کامل نصیب بفرما. پروردگار تمام مسافرها و مهاجرهایی که از وطن دور هستند، اونها را در حفظ امان و نگه بدار. بار اله وطن عزیز ما را از این وباها، از این دردهای تبابت نشونده در حفظ امان و نگه بدار. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز، این لحظه می خواهم یک چیز در باب فضیلت و یعنی شرافت ماه شریف رمضان با شما صحبت داشته باشم تا اینکه اکثر جوانهای محترم ما بدانند که این ماه چه ماه بزرگ است، چه ماه شریف است، چه ماه محترم است، چه ماه پربرکت است. در اصل ماه رمضان ماهی هست که بنده هایی که دوام یک سال از عبادت و بندگی الله دور هستند، این ماه اونها را از غفلت بیدار کرده به سوی عبادت و بندگی خدا می خواند، به سوی عبادت و بندگی خدا می کشاند. این ماه خیلی ماه پربرکت و ماهی یعنی که پرفضیلت و پر از خوبی ها هست. متاسفانه اگرچه امروزها درهای مسجدهای ما بسته هستند، اما من و شما برادران بزرگوار من حرکت داشته باشیم که از این ماه استفاده ببریم. اگرچه امروز درهای مسجد محکم هستند، به سبب این وبا از روی احتیاط ماها را منع کردند تا اینکه در مسجدها جماعت داشته باشیم و جماعت تراویح خوانیم، اما ما می توانیم که یعنی نمازهای تراویح مونه در خانه ها یعنی 2 نفر 3 نفر 1 نفر هم حتی باشیم، ما می توانیم که نماز تراویح بخوانیم و حرکت کنیم که در لحظه های این ماه ذکر و تلاوت قرآن و توبه و استغفار و دعاها و خیر و سخاوت ها داشته باشیم. الله رب العالمین در سوره بقره آیت 183 می فرمایند که استعیذ بالله: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق الله العظیم. الله رب العالمین می فرمایند که ای آن ذاتانی که ایمان آورده اید، یعنی ای مؤمن ها و مسلمان ها، من فرض گرداندم برای شما روزه گرفتن را همچنان که فرض گردانده بودم برای شخصیت هایی که پیش از شما بودند. یعنی پیش از اسلام هم در امت های گذشته روزه گرفتن فرض بود،
الله رب العالمین در آخر آیت فرمودند که لعلکم تتقون، تا اینکه شاید اینکه شما از جمله بنده های متقی، بنده های فرمانبردار، بنده های خدا ترس و پرهیزگار بگردید، یعنی از جمله بهترین بنده های الله رب العالمین بگرده. خلاصه و مقصد روزه گرفتن تقوا بوده است، یعنی به خدا قریب شدن، در درگاه خدا قرب پیدا کردن بوده است. برادران عزیز بزرگوار من و پیغمبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم در حدیثی که بخاری و مسلم روایت کردند از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه می فرمایند که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر شخصیتی که ماه رمضان را روزه بگیرد از روی ایمانداریش، از روی اینکه یعنی که رمضان این امر الله است، فریضه الهی است، دستور خداوندی است، از روی ایمانداریش یعنی همچون فرض دانسته هر شخصیتی که ماه رمضان را روزه بگیرد و به امید ثواب که خداوند در برابر روزه گرفتن این ماه ثواب خیلی زیاد وعده کرده است، هر انسانی که به امید ثواب این ماه روزه بگیرد، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که خداوند تمام گناههای گذشته اون شخصیت را مغفرت میکند، یعنی میبخشد. و در روایت دوام این حدیث پیغمبر بزرگوار گفتند شخصیتی که شبهای این ماه رمضان یعنی شب زنده داری کنه، یعنی که عبادت و بندگی کنه، نماز تراویح داشته باشه، ذکر داشته باشه، شبهای یعنی رمضان شب زنده داری کنه، خداوند از روی ایمانداریش و به امید ثواب خداوند گناههای گذشته اون شخصیت را یعنی که میبخشیده است. در روایت دیگر که این حدیث هم بخاری و هم مسلم روایت کرده اند از حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة و غلقت ابواب النار و صفدت الشیاطین. تا وقتی که ماه رمضان آمد، یعنی ماه رمضان رسید، خداوند بزرگوار تمام درهای جنت را گشاده می‌گرداند و درهای دوزخ، درهای جهنم و دوزخ را یعنی محکم می‌گرداند و شیطان‌ها را در این ماه الله رب العالمین زنجیربند می‌کند. در روایت دیگر که این حدیث حضرت امام احمد و نسائی در سنن خود آورده‌اند از حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه می‌فرمایند که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یبشر اصحابه بقدوم شهر رمضان. بود جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم بشارت میداد اصحاب خود را یعنی به قدوم، به تشریف آوردن و به رسیدن ماه رمضان. فیقول، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می گفتند که جاءکم شهر رمضان، آمد برای شما یعنی رسید برای شما ماه رمضان. شهر مبارکون، این ماه پر از برکت است. این ماهی هست که در این ماه نوع خوبی ها هست، یعنی برکت در عبادت، برکت در رزق، برکت در دیگر یعنی حیات انسانیت. خداوند در این ماه برکت زیاد میکند. کتب الله علیکم صیامه فیه، الله رب العالمین برای شما روزه گرفتن در این ماه فرض گردانده است، یعنی اختیاری نیست. شاید بعض انسان هایی که سالم هستند، سلامت هستند، یعنی عذر ندارن، اونها فکر کنن که روزه گرفتن این ماه اختیاری باشه. البته این اختیاری نیست، الله رب العالمین فرض گردانده است. اما بعضی انسان هایی که بیمار هستند و قوت ندارند و طاقت ندارند یا اینکه در سفر هستند، الله رب العالمین برای اونها یعنی خوردن را اجازت داده است و از روزهایی که سعادت شدن و سلامت شدن بعد از آن این قضای روزه هاشون میگیرن. تفتح ابواب الجنة و تغلق فیه ابواب الجحیم. خداوند در این ماه درهای جنت را گشاده میگرداند و درهای دوزخ را محکم میکند و تغل فیه الشیاطین، و شیطان ها را در این ماه الله رب العالمین زنجیربند و محکم میگردانده است.
و فیه لیلة خیر من الف شهر. در این ماه یک شب هست که عبادت کردن، استفاده بردن یعنی از اون شب بهتر از یعنی عبادت 1000 ماه. از 1000 ماه دیده عبادت اون شب بهتر است. من حرم خیرها فقد حرم. شخصیتی که از خوبی های این ماه رمضان یا اینکه خوبی شب قدر اگر خود را محروم گرداند، به نصیب گرداند، او شخصیت یعنی که از تمام خوبی ها و نیکی ها خود را محروم به نصیب گردانده است. یعنی انسانی که حرکت نکرد برای استفاده بردن این ماه، او شخصیت خود را محروم و به نصیب گردانده است. و دوستای خدا می فرمایند که ماه رمضان در مابین یعنی 11 ماه دیگر که همراهی ماه رمضان 12 ماه می شوند، ماه رمضان در مابین یعنی 11 ماه مثل حضرت یوسف علیه السلام در بین برادرهاش هست. چی نوعی که 11 برادر حضرت یوسف علیه السلام را رنج دادن، آزار دادن، قصد کشتن کردن، یعنی از پدر بزرگوارشون اونا جدا کردن و به یک یعنی قیمت و نرخ ناچیز و اندک او را فروختن. چی نوعی که یعنی برادرها با او جبر و ظلم کردن و آخر وقتی که با حضرت یوسف علیه السلام ملاقات کردن و خوری کردن، روپرو شدن، حضرت یوسف علیه السلام همه اونها را بخشید. دوستای خدا می فرمایند که ماه رمضان در بین 11 ماه مثل حضرت یوسف در بین برادرهاش است. یعنی انسان دوام 11 ماه گناه میکنه، معصیت میکنه، نافرمان برداری پروردگار میکنه، اما به سبب یعنی استفاده بردن ماه رمضان، روزه گرفتن ماه رمضان، به سبب یعنی ذکر و تراویح و تلاوت قرآن و توبه و استغفار ماه رمضان، الله رب العالمین همه گناه های او شخصیت بخشیده میگردانه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت دیگر که این حدیث هم حدیث صحیح است که هم بخاری هم مسلم روایت کرده اند، از حضرت سهل رضی الله تعالی عنه می فرمایند که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که این فی الجنة باب یقال له الریان. در جنت یک دری هست، یک دروازه هست که نام او در ریان هست. وقتی معنای ریان ما در شرح ها نگاه کردیم، ریان یعنی جای استراحتگاه میشه، جایی که باد و هوای تازه دارد، یعنی باد و هوای خوش دارد، باد و هوای خوب دارد. در جنت یک دری هست، دروازه هست که نام اون دروازه ریان هست. حتی در روایت های دیگر هست که پیغمبر بزرگوار گفتن که فمن کان اهل الصیام دعی من باب ریان. هر انسانی که اهل روزه باشه، یعنی انسان شخصیتی باشه که از ماه رمضان روزه گرفته باشه، به سوی او در روز قیامت فریاد میکرده میشد از در ریان که بیا از من داخل جنت شو. در این روایت پیغمبر بزرگوار گفتن در جنت یک دری هست که نام اون در ریان هست، یعنی که ریان نام دارد. یدخلون منه الصائمون یوم القیامه. از اون در ریان روزدارها، روزگیرهای ماه رمضان در روز قیامت یعنی داخل جنت می شوند. لا یدخل منه احد غیرهم. غیر از روزدارها هیچ فرد، هیچ نفر، هیچ شخصیت از اون در داخل جنت شده نمیتوانند. یعنی بعضی از محدث ها میفرمایند که در روز قیامت بعضی از انسانهای گناهگار، بعضی از انسانهای حیله‌گر و مکار اون روز میخواهند که یعنی در بین روزگیرها، روزدارها بجا شده خود را پنهان کرده از اون در ریان داخل جنت شوند، اما اون روز دیگر حیله و نیرنگ اونها به کار نمی آید. ملائکه ها اونها را جدا کرده از بین روزدارها میگیرند. یعنی از این در ریان در روز قیامت انسانهای روزدار داخل جنت می شوند. یقال این الصائمون فیقومون. اون روز گفته می شده است از جانب یعنی نماینده های پروردگار، ملائکه های الهی که در کجا هست ای روزدارها، ای روزدارها شما در کجا هستی؟ اون لحظه روزدارها قائم میشدن، یعنی از جا میخیستن و از این در ریان داخل جنت میشدن. لا یدخل منه احد غیرهم. غیر از این روزدارها هیچ یگان نفر، هیچ یگان احد از اون در ریان داخل جنت شده نمیتوانسته است. فاذا دخلوا اغلق. وقتی که یعنی این روزدارهای محترم از در ریان داخل جنت شوند،
اون در یعنی محکم کرده می شده است. فلم یدخل منه احد، غیر از این روزدارها هیچ احد، هیچ فرد، هیچ نفر نمی تواند که دیگر یعنی از اون در ریان داخل جنت شود. ببینه برادران عزیز بزرگوار من که این حدیث بشارت این را دارد که من و شما وقتی که از این ماه رمضان روزه گرفتیم، استفاده بردیم، ان شاء الله رب العالمین در روز قیامت الله رب العالمین ما را از اون در ریان داخل جنت میگرداند. در روایت دیگر حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کردند، میفرمایند که این حدیث صحیح است. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که الصیام جنتون، گفتن روزه این یک سیپری هست. سیپر اون اسبابی که انسان‌هایی که یعنی در جنگ‌ها در غزوه‌ها اشتراک میکنند و یک چیزی دارن که سر راه خود را از تیرها و یعنی از شمشیرها نگه می‌دارن، اون سیپر گفته می‌شود. جناب پیغمبر گفتن که این روزه یعنی روزه رمضان، روزه فرضی، این یک سیپری هست، یعنی یک پیش راه گیرنده است که انسان از آتش دوزخ نگه می‌دارد. یعنی سیپری هست روزه. فلا یرفث ولا یجهل، وقتی انسان روزه گرفت باید بیهودگویی نداشته باشه، یعنی هر گفتار دنیوی، گفتار معصیت و گناه، گفتار بد نداشته باشه و به شخصیت هم باید جنجال نکنه انسان. و این امرؤ قاتله او شاتمه فلیقل اینی صائم مرتین، وقتی شخصیت اگر همراه شما جنجال کرد یا اینکه شما را زدنی شد، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که شما دو بار بگویید که اینی صائمون، اینی صائمون، یعنی من روزدار هستم، من روزدار هستم. شارحای حدیث این حدیث معنا کردن که یک بار انسان به سوی خود بگوید که ای شخصیت، ای فلانی تو روزدار هستی، مبادا جواب نگردانی. دفعه دیگر به سوی انسانی که دشنام داد یا حقارت کرد یا سخن بد گفت، به سوی او بگو که روزدار هستم. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در دوام حدیث می فرمایند که والذی نفسی بیده لخلوف فم صائم اطیب عند الله تعالی من ریح المسک، تن قسم به نام همو الله که اختیار جان من در ید قدرت او هست، بوی دهن روزدار در نزد خداوند خوشبوتر است، یعنی از بوی مشک دیده. یعنی امروز انسان ها روزه میگیرند، وقتی که دهان ها را به این یعنی چیزهایی که پسته ها و دهان شویی که امروز هست وقتی نمیشویند، دهان های اونها یعنی بو میگیره، ناراحت میشوند. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفت که این بوی دهن شما ای روزدارها در نزد خداوند از بوی چی؟ از بوی مشک دیده خوشبوتر است. یترک طعامه و شرابه و شهوته من اجلی، الله رب العالمین، این دوامش که دوام حدیث قدسی هست. حدیث قدسی حدیثی را گفته می شود که پیغمبر بزرگوار از زبان الله رب العالمین یعنی روایت کردند. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله بزرگوار فرمودند که ترک کرده از این بنده من طعامش را و شرابش را و شهوتش را به خاطر من. یعنی انسان وقتی روزه می گرفته است، روزه را به خاطر الله می گرفته. الله رب العالمین ترک کرده است خوردنش را، نوشیدنش را و شهوتش را به خاطر من، الصیام لی و انا اجزی به. الله رب العالمین میگه که این روزه برای من است و من در برابر روزهش برای این بندم یعنی که اجر و ثواب و پاداش ادا میکنم. یعنی ثواب دیگر عمل ها، نماز و حج و زکات و دیگر عمل ها را در روز قیامت ملائکه ها ادا میکرده اند، اما ثواب روزه را در روز قیامت الله رب العالمین گفتن که من خودم ادا میکنم. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اتاکم رمضان، گفتن آمد رسید برای شما ماه رمضان، یعنی ماه عبادت، ماه فضیلت، ماه برکت. دوستای خدا کلمه رمضان را یک معنای خیلی زیبایی کردن که جایی است اینم برای شما برادران بزرگوار بگوییم. میفرمایند که رمضان عبارت از 5 حرف است، عبارت از ره است، از میم است، از ذات است، از الف است و از نون است. هر حرف این یک معنای دارد.
یعنی ابتدای اون که حرف ره هست، ره معنا دلالت برای چی میکرده است؟ به رحمت. یعنی این ماه رحمت است. ما در روایت هم داریم، در روایت ها هم هست که پیغمبر بزرگوار گفتن که اوله رحمتون، 10 روز اول این ماه رحمت است، و اوسطه مغفرتون و آخره عتق من النیران، و 10 روز بینش روزهای مغفرت یعنی بخشش و پاکیزه شدن از گناه هستند، و 10 روز آخرش روزهای نجات یافتن و خلاص شدن از آتش جهنم و دوزخ هستند. پیغمبر بزرگوار گفتن که آمد برای شما یعنی ماه رمضان، ریش گفتیم رحمت، میمش ماه مغفرت، ماه پاکیزه شدن از گناه، یعنی ذاتش ماه ضمانت که در این ماه الله رب العالمین وعده کرده است که بنده ها ما یعنی در حفظ امان خودم، ماه بشارت، ماه مغفرت است، یعنی بنده ها ما نگه می‌دارم. و الیفش یعنی دلالت به سوی امانت، امنیت داشته است که در این ماه الله رب العالمین بنده ها را عذاب نمی کرده است، و نونش دلالت به نجات داشته است، یعنی در این ماه الله رب العالمین بنده های اطاعتگر و فرمانبردار خود را یعنی که از عذاب و غضب و قهر و جهنم و دوزختش نجات می داده است. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در دوام حدیث فرمودند که شهر و برکه، گفتن این ماه نیکی ها هست، ماه برکت است. انشاءالله از خداوند امید است که در این ماه خداوند رزق بنده های فرمانبردار را زیاد میگردانه، و از خداوند امید است ببینید که برکت در عبادت شده است که از این پس انشاءالله رب العالمین ما و شما تراویح میخونیم، تلاوت قرآن داریم، تسبیح و ذکر میگوییم، اینها همش برکت در عبادت هستند. یغشاکم الله فیه، الله رب العالمین در این ماه بنده های روزدار و عبادتگر را از قهر و غضب و عذابش در حفظ امانش خداوند نگه می داشته است، نگهبان می شده است. فینزل الرحمه، تمام لحظه های این ماه لحظه نزول رحمت هستند. خداوند رحمت خود را در حیات شخصیت های روزگیر، روزدار پروردگار نازل می فرموده است. و یحط الخطایا، خداوند خطاها و گناه های انسان در دوام این ماه یعنی محو و نابود میکرده است، از انسان دور میکرده است. و یستجیب فیه دعا، در این ماه خداوند دعاهای انسانهای روزدار اجابت میکرده است. حتی در روایت دیگر هم هست پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم تن که در حالت لحظه افطار کردن لحظه اجابت دعا هست. من و شما برادران بزرگوار من، خصوصا شخصیت های مسافر و مهاجری که از وطن دور هسته، در این لحظه ها دعا داشته باشیم که خداوند ما را از این بلاها، از این وباها در حفظ امانش نگه بدارد، و خداوند این بلاها و وباها را از حیات ما دور بگرداند. ان شاء الله رب العالمین الله بزرگوار دعای ما را قبول میکند. ان شاء الله از خداوند امید است که پروردگار دعای ما را قبول میکند. یعنی دعای انسان روزدار در درگاه خداوند قبول میشد. از در حالت روزدارش در روایت آمده است، در روایت دیگر نزد افطار کردنش انسان روزدار دعای دارد که اون رد نمیشد. پیش از افطار کردن، پیش از اینکه اون یک خیرما را در دست میگیری یا یک یعنی آب در دست میگیری برای افطار کردن، ابتدا دعا داشته باشی تا اینکه خداوند بزرگوار یعنی که این وبا و بلاها را از حیات دور بگردانه. ینظر الله الی تنافسکم فیه، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتند که الله رب العالمین لحظه های حرکت شما را نظر میکنه. یعنی انسان روزدار اون لحظه ای که من و شما روزدار هستیم، روزها چهره ما، لبهای ما خشک میشوند، بدن ما بی قوت میشود، یا اینکه شبها در نماز تراویح هستیم، در تلاوت قرآن هستیم، در تسبیح و ذکر هستیم، این لحظه ها را الله رب العالمین از من و شما یعنی که چیکار میکرده است؟ الله رب العالمین تماشا میکرده است. و یباهی بکم ملائکه، الله مهربان در بین ملائکه هاش مباهات میکرده است، یعنی ملائکه ها را بر رخ این انسان های روزدار میکشانده است. به سوی ملائکه ها میگفته است که ببینه که
این بنده های من در این روزها روزه گرفتن، شبهاش تراویح میخوانند، تلاوت قرآن دارند، تسبیح و ذکر و توبه و استغفار دارند. یعنی این حرکت های ما را خداوند به سوی ملائکه ها نشان میداده است. فاروا الله من انفسکم خیرا. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم برای ما توصیه کردن، نصیحت کردن که ای امت های من، از یعنی حرکت های خود، عبادت های خود، تلاوت های خود، ذکرهای خود، توبه و استغفار خود به الله رب العالمین را زیادتر نشان میده. یعنی زیادتر حرکت داشته باشه تا اینکه الله رب العالمین وقتی به سوی شما تماشا کرد، شما را نظر رحمت کرد، یعنی این عملهای خوب و نیک شما را ببینه. در آخر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که فإن الشقی من حرم فیه رحمت الله. تن از همه بدبخترین شخصیت همون انسانی هست که در این ماه خود را از رحمت الله محروم و بی‌نصیب میگرداند. یعنی بدبخت و بی‌نصیب و محروم شخصیتی هست که از لحظه های نورانی، از لحظه های طلایی این ماه یعنی استفاده نمیبرد. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرموده اند که ان للصائم فرحتان، فرحة عند الافطار و فرحة عند لقاء ربه. گفتن برای انسان روزدار، یعنی برای شخصیت روزگیر، دو خوشحالی هست، دو خرسندی هست. یکمین خوشحالی اون وقتی افطار کردنش است. در اصل انسان وقتی روزه میگیرد، روزه به پایان میرساند، وقتی افطار وقتی میرسد، چقدر خوشحال و خرسند در نزد اون سفره و دسترخوان می نشیند و لحظه به لحظه یعنی چرا وقتی افطار کردن انتظاری میکشد. وقتی افطار کردن که رسید چقدر خوشحال و خرسند می شود و این شخصیت افطار میکند. و دومین خوشحالی و خرسندی انسان روزدار وقتی دیدار الله رب العالمین است. وقتی در آخرت در جنت الله رب العالمین دیدارش برای اهل جنت نشان میداده است، به سوی انسان روزدار می گفته است که ای انسان روزدار، امروز در برابر این روزه گرفتگیت دیدار من برای تو نصیب باد. یعنی که الله رب العالمین برای انسانهای روزدار وعده دیدار کرده است. به همین خاطر من و شما برادران عزیز و بزرگوارم حرکت داشته باشیم که از لحظه های نورانی، از لحظه های طلایی این ماه، از لحظه های غنیمت این ماه استفاده ببریم. اگرچه امروز درهای مسجدها بر روی ما بسته هستند، اگرچه امروز ما جماعت های زیاد نداریم، اما در خانه ها هر جای باشیم 2 نفر و 3 نفر حرکت کنیم، نماز تراویح بخوانیم، حرکت کنیم، یعنی ذکر و تسبیح و توبه و استغفار داشته باشیم. پروردگار بار الها برای عالم اسلام و برای تمام برادران عزیز مسلمان من، خصوصا برای مردم شریف تاجیک و تاجیکستان من، پروردگار استفاده بردن از این ماه نصیب بگردان و پروردگار این ماه سبب پاکیزه شدن از گناه برای ما بفرما. پروردگار بار الله به شرافت این ماه بزرگ اسلام عزیز ما را در روی عالم غالب بگردان. پروردگارا دشمنهای اسلام خار و زبون و نیست و نابود بگردان. پروردگارا حکم و قانون قرآن را در روی عالم حاکم بگردان. پروردگارا از این وباها، از این بلاها، از این دردهای تبابت نشونده عالم اسلام، خصوصا مردم شریف ما و برادرهای بزرگوار مسافر و مهاجر ما را در حفظ امان و نگه بدار. اون چند برادری که از این وبا وفات کرده اند، چی در شهر مسکو و در شهر یعنی ایژیوسک و نوسیبیرسک و دیگر برادرها که برای ما خبر کرده اند، پروردگار اونها را رحمت مغفرت بگردان، خبرهاشون پر نور، روحاشون شاد، جاهاشون جنت بگردان. پروردگار در برابر این مصیبت برای اهل بیتشون صبر جمیل و اجر جزیل نصیب بفرما. پروردگار اون برادرهایی که امروز یعنی در خانه ها همچون کرانتین گفته نشسته هستند، از کارها دور هستند، بعضی اونها در حالت دشواری و مشقت و مشکلی قرار دارند، پروردگار مشکلی هاشون آسان بگردان، براشون رزق فراغ، رزق بی منت نصیب بفرما. پروردگار بار الها بخت سعادت دنیا و آخرت برای ما نصیب بگردان و خاتمه مون به خیر بگردان. پروردگار بار الها استفاده بردن از این ماه، از این ماه نور، از این ماه برکت را برای ما نصیب بگردان
و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین یا ارحم الراحمین.